بخشی از پیستزارهای منطقه کلوب مقامات هنوز اجازه چیدنش را نداده‌اند. میگویند نیمه ماه اوگوست زمان جمع‌آوری حاصل است، ولی جنگلبان‌ها شکایت دارند که مردم اطراف تاکنون صدها کیلو پیسته خام یا نارسیده را کنده‌اند. بیش از 30 نفر را با همین گناه جزا داده‌اند و یا پرونده‌شان در حال بررسی است. اصلا 4 تا در نویای همدونیای 4 کس. خب 6 نفر خوجاگی جنگل سرچشمه دا اینوی رو ما میگم که کپیدیم و جریمه کردگی پیستوشون گرفتگیم و درآمد کردگیم. 25 نفر خوجاگی جنگل نویای دنگره دا که نو با هم رویخت کردگی هم در پرکاتور سپردگی هم. بغیر از این خوجاگی جنگل نویای دنگره 4 نفر اون نفرایی که به اجازت چینشی پیسته را سر کردگی شهردمباشون قطع کردگی بیکار کردگی. جمع‌آوری پیسته خام برای بخشی از مردم وسیله اساسی روزگذرانی بوده است، چون میگویند کار و درآمدی معین ندارند. تاجیکستان زیاده از 80,000 گکتار پیسته‌زار خودرویی دارد. قسمی اساسی آن در حدود ولایت ختلان است. در سالهای گذشته پیسته در برابر پخته یکی از محصولات صادراتی تاجیکستان به اتحاد اروپا ذکر شده است. سال پیش حاصل پیسته بسیار کم بود و نه تنها صادرات آن کاهش یافت، بلکه به نرخ در بازارهای جمهوری تاثیر رسانید. 1 کیلوی آن تا 150 سومانی بالا رفت. جنگلبان‌های منطقه کلوب میگویند حاصل امسال در مقایسه با گذشته زیاد است. نقشه دارند تا 27 تن پیسته جمع بیارند و به بازار برارند. معلوم نیست کوشش آنها نرخ پیسته را در بازارها پایین و دانه‌اش را در روی دسترخوان مردم فراوان خواهد کرد یا نه. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب.